حالا فکر کردی چرا بعضیا هر چقدر تلاش میکنن با ثروت بهشون نزدیک نمیشه؟ نه اینکه چون بدشانسن، چون گرفتار گناه پنهان شدن. اولیش تعلله، همون صدای درونی که میگه بعداً انجامش میدم، اما بعداً هیچ وقت نمیرسه. ثروت از کسایی فرار میکنه که هیچ وقت شروع نمیکنن. دوم خودمحوریه. وقتی فقط چیزی رو میبینی که به نفع خودته. آدم‌هایی که فقط برای خودشون میسازن هیچ وقت رشد نمی‌کنن. ثروت واقعی از زمانی شروع میشه که به آدم‌های دیگه هم سود برسه. و سوم ترس از شکست. این دیو خاموش که نمیذاره حرکت کنی. میترسی از افتادن، از قضاوت شدن و از انجام نشدن کارها. اما نمیدونی هر کس امروز بالای قله است، یه روز از همین پای قله شروع کرده. این سه تا گناه مثل غبارن، آروم میشینن روی روحت و کم کم نورت رو میگیرن. ولی اگه همین الان تصمیم بگیری بلند شی و از نو شروع کنی، مسیر ثروت از همین لحظه روشن میشه.